طبیب روس با استفاده از تپانچه پنوماتیکی مهاجری 36 ساله تاجیک را مجروح کرده است. سیدا عزیزов ساکن شهر پنجکنت ولایت سوغل گفته است از 5 تیری به سویش پرانده سرگئی کالسنیک تنها یک تاش به شکم او رسیده است. به قول عزیزov 2 فوریه برای از برف تازه کردن راهی نزد بینای شرکت زرنیتسا واقع در شهرک نخبینای ناحیه کراسنogorsk ولایت مسکو که همراه برادرانش آنجا کار میکند بیرون شدند. کالسنیک همراه سگش که بدون دهانبند بوده است سیر میکرده است. سگ به مهاجری تاجیک حمله میکند و سیدا پاره آهنی را که در دستش بود سوی وی میپرتاید. به قول این مهاجری تاجیک پاره آهن به سگ نرسید، اما صاحب حیوان تپانچه را گرفته جانبش تیر خالی کرد. سیدا به جانب بینا میدود. تیر اول به شکم او رسیده، تیرهای دیگر به دروازه بینا برمیخورند. به قول این مهاجری تاجیک پاره آهن به سگ نرسید، اما صاحب حیوان تپانچه را گرفته جانبش تیر خالی کرد. سیدا به جانب بینا میدود. تیر اول به شکم او رسیده، تیرهای دیگر به دروازه بینا برمیخورند. گراجنه گویم رسه گویم یک جو کار میکردم که بافتوزه میکردم که سگشت من هجوم کرد اومد. من خودم برای زشت کردن دستم منطرف که بود سگ وای کنم افتم. سگ وای نیام وای نشده است، یکم زخم ندیده است. صاحب سگ من 5 تیر پارم یک 5 تیر وای شانت 5 تیر وای یک شامل ده همینجا زد. بعدی که وای که زد من گرفتم همه 60 متر تخمین گرفتم از زبال برآمدم. یکی اگر بیاد گفتم از زبال خودم پرتم. در همه حالات غیر گفته که یک هموطن بود من جغزات که بیا وای رفت. در برآمدیم که همینجا به دمکم همین گذار گویم چکالوف اول به من گفتم که میخوای کور گفت شد و گفت که کای حاضر گفتم بیا رفتیم. دو کسا رفتیم پیش هم خانه مرده که پرانده گویم سگدار باشته وای گفت که در هم کلید کشید قریب 1-2 منوت تخت کرد در نکشد. و صاحب خانه برآمد روز گفت که تو تاجیکش کن دیوانه میگفت که و اینو پرانده و گم نزد. و همین چکالوف صاحب همگوی پسیولکه گویم و دانکومش را گفت دکتر کاغذ گرفت و چاوکش ملسه را عرضه نویس. وقتی که تو تاکسی نگاه کردن همین من پراندگی مردک ماشین داشت و همسرش بود راشته ماشین فرو آمده رسیخته گفت که میرزناس نچیو نیبل. من گفتم که میرزناس نچیو نیبل که من سیلهش گفتم اپاتون اون ویخود یاردم نداد یکم مدیسین سخته یکم وای نکرد و من درست. بعد گفت که کدا خوش آبراشه است گفت من رازن سنیتی اتوبه نکو نیت کدا خوش آبراشه است. من گفتم که الله پاسپورتیم بودو جالبه. با توصیه جنبش مهاجران تاجیک در روسیه سیدا عزیزov به پلیس شکایت کرده است، اما به گفته سیدا طبیب روس به او هشدار داده است بهتر است این قضیه را فراموش سازد زیرا کسی به دادش نمیرسد. عموما ملت تاجیک هر جا دعوا کند که دعوا میکند دعوا در وطن خودم کند و به نزد همون گورستان میرود و دست شروع میکند و از خدای تعالی پرسش میکند که این صدای مرا به گوری پدرم به این اولای پدرم رسون باز به کجا رود ادیگنان نزد ارگانیزاسیا این یک دولت هست که ما رو به نظر نمیگیرد. حکومت خود احوال ملت خود طور خبردار است که اینا بر وقت برای غلامی برای فیودالی از دست رفتند و این روز که این حادثه را کرد و خوبتر میکند که این ملت سالهای طولانی 10 سالهای طولانی پرتافته شده است و به کسی لازم نیست. آن اومد به نزدیک اومد که من گفت دارم که من قهرمانی تاجیک فقط رفته روز میزنم مگه میکنم مسئله که فرانی میکنم اینم به انسانگری درست نمیافتد. این که ملت که رفت ضربه میخورد این ملت هیچ هر کسی ما رو برده پرانن زنن خدا شد که رو برای تاجیکستان خدا تر شود و در محالت به داد سیغان این پسر بچه ها میرسد. بچه خلابانای دولت هم این روز خدا تر نیستن. این غلام هست این غلام برده پراندن اینا صدات هزاران آدم و یه روز چه حالتا میشه. برای همین که غلام نبودن متحد بودن در کار است. این ما بدخشان رو در روسیه بدخشان که تاجیکستان نمیکنن که شهر میکنن میگن